حالا ماجرای سو هم همینه، یعنی شما تا زمانی که صف اول نیاین و فروش صف اول تجربه نکنید خیلی طبیعیه که ناراحت باشید، بگید آقا پولش زیاده، نمیدونم آموزشش سخت فلانه. ولی اگر که شما کارفرمایی دارین که کارفرماتون میگه من نمیخوام اینقدر هزینه کنم، همیشه من این پیشنهاد میدم تبلیغات گوگل تست کن. البته باید بلد باشید تبلیغات گوگل رو اپتیمایز کنید که نتیجه خوب بده. یه دوره براش دارم، یه دوره کوچولویی میتونید تهیه کنید اگه دوست داشتید. من بلدم، براشون انجام میدم. و خب تست کن. وقتی تست میکنه میبینه که من اومدم مثلا 20 تومن دادم 80 میلیون سود کردم، اون موقع الان قرارداد 500 میلیونیه، میگه آقا این اگه بیشترم هزینه داره به ما بگو. یعنی اون آدمی که میگفت نمیدونم عجبت کلا، اون آدمی که میگفت نه این زیاده الان میگه اگه بیشتر هزینه داره بگو و ما حاضریم حتی همش هم اول پرداخت کنیم. اینجوری میتونید قانع کنید.